درود بر تو. این منم. اینم من. حتما میگی چجوری از این تبدیل شدم به آره یکم سخت بود ولی شدنی بود. تو هم میتونی. پس بیا تا راه شروع بگم. خب عزیزم ببینین این مسیری که من رفتم خیلی موقع توش کم آوردم، خیلی موقع بیخیال شدم، خیلی موقع گفتم برای چی هستن، بذار زندگیمونو بکنیم، بذار عشق حالمونو بکنیم. از این بهانه‌هایی که همه میارن دیگه، 2 روز زنده ایم، بذار این 2 روز رو عشق حال کنیم، مثلا چرا همچین کاری بکنیم؟ هم دلار گرونه، اون بالا، طلا رفته بالا، سخت زندگی، فشار کار نمیذاره، نمیدونم تنها آرامشون شده غذا خوردن. میدونی از این بهانه‌ای که همه میارن دیگه. ولی واقعا نهاش بهانه است. بهانه است که خودت رو راضی کنی، بزنی زیر هدفت، بزنی زیر اون برنامه‌ای که داری، خودت گول بزنی. قبول دارم سخته، روزای واقعا نمیشه، سخته، اذیتی، ولی اگه تصمیمی گرفتی باید باش وایسی دیگه، میدونی، باید باش بجنگی. حالا چه توی کاهش وزن باشه، چه توی شغلت باشه، چه توی برنامه‌ریزی زندگیت باشه، هر چی که هست، به نظرم باید تا لحظه آخر برای اون تصمیمت بجنگی. این سنگریزه هایی که میافتن جلو پاتو باید شوت کنی، بزنی کنار، نباید بذاری جلوتو بگیرن. من الان نمیخوام درس روانشناسی بدم و اینا، ولی واقعا چیزی میخوام تجربه کردم. خیلی باید جنگنده باشی، خیلی باید تلاش کنی، خیلی باید روحیه قوی داشته باشی و جلوی خیلی از اطرافیانت میان بهت میگن بابا خوبی که بسه، خوبه، میخواد چیکار کنی، ولش کن برو. میدونی اصلا نباید به این حرفا اهمیت بدی. واقعا همش بهانه‌ایه که شما رو از مسیرتون دور کنن، از اون هدفی که دارین. ما لاغر نمی‌کنیم یا فیت نمیشیم برای اینکه خودمون رو به بقیه نشون بدیم که ما ببینید چقدر فرق کردیم، چقدر خوشگل شدیم. اول می‌خوایم تو دل خودمون، تو وجدان خودمون، تو قلب خودمون اون حال خوبمون رو تجربه کنیم که تونستیم یه تصمیم بگیریم و تا آخرش باش وایسیم. اصلا مسئله همینه. چیزی که خیلی از پسش برمیاد اینه که نمیتونن رو پای اون تصمیمی که گرفتن تا لحظه آخر وایسن، کم میارن، ول میکنن، شل میکنن. وقتی هم میبینه کسی داره اون مسیر رو میره، یه کاری میکنن اونم شل بشه. ماها کلا دوست داریم همه مثل همدیگه باشیم، دوست نداریم یکی فرق داشته باشه، متفاوت باشه، یه جور دیگه باشه. دوست داریم همه مثل خودمون چاقیم، بقیه هم مثل ما چاق باشن. اگر ما پرخوری میکنیم بقیه مثل ما پرخوری کنن. اگر ما نمیدونم تا لنگ زور میخوابیم بقیه هم مثل ما لنگ زور بخوان. یکی پاس مثلا صبح تو میشیم مسخره کنیم، بابا دیوونه مگه تو، کله پاچه میدن مگه فلان. یعنی کلا ما دوست داریم همه مثل هم باشیم که واقعا این عاملیه که جلوی پیشرفت انسان‌ها رو میگیره دیگه. یعنی تفاوت هاست که باعث رشد میشه. پس برای تفاوتاتون بجنگین، برای فرقی که داریم میذاریم با بقیه بجنگین، پاش وایسین، مبارزه کنین. واقعا سخته، واقعا سخته. از تمامی جوانبتون فشار میارن، خانواده، دوست، رفیق، همکار، آشنا، هم باشگاهی. خیلی هم به چشم این که به دید این که میخوام بهتون کمک کنن و هواتون داشته باشن میان جلو، ولی واقعا اینجوری نیست. به نظرم بهترین تصمیم خودتون میتونید بگیرید، برای تصمیمتون وایسین تا اینجا. حالا دیگه این بخشی بریم که دارم بریم سراغ اینکه چی شد که اینجوری شد. به قول خودمون از این بدن رسیدیم به این بدن. خب من اون موقع فکر میکنم مثل همه یک کار اداری داشتم، هولوش اینجا فکر کنم 189 کیلو 110 کیلو وزنم بود. اصلا وزنم نمیکردم خودم، فقط سر کار و بخور و بخواب و ای بهانه‌ای بود. من صبح ساعت 6 میام سر کار تا شب میام خونه، نمیدونم خستم، حال ندارم، کی بره باشگاه، کی غذا درست کنه، گوشتنی فقط یه چیزی بخورم سیر شم، اعصابم خورده دیگه، اونم بخوام بزنم پای غذا فلان 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 فلان. همش اینجوری زندگی میکردم دیگه که تبدیل شدم به یه آدمی که واقعا مشکلات گوارشی زیادی داشتم، سوزش معده، ریفلکس معده، نمیدونم تنگی نفس، 4 تا پله بالا نمیتونستم برم، لباس نمیتونستم بخرم بپوشم، لباسایی که دوست داشتم اکثرا لباسای گشاده بیریخته، نمیدونم اصلا چیزی که دوست نداشتم بپوشم دیگه. میدونی خیلی تاثیر منفی داره دیگه. واقعا یه روزی شد که خسته شدم از این مسائل، اصلا خوب نمی‌تونستم خوب بخوابم، واقعا شبا کمر درد گرفته بودم، خیلی مسائل مشکل مختلف دیگه.
یه روز واقعا تصمیم گرفتم، چندین بار قبلش یه رژیم میگرفتم ول میکردم، یه رژیم میگرفتم یه ماه 4 کیلو کم کردم، دوباره برم گرفتم 5 کیلو برمیگشتم دوباره ول کردم. ولی واقعا یه روز تصمیم گرفتم که مسیرمو عوض کنم، اصلا دیگه نه کار به کسی داشته باشم، نه برای کسی لاغر کنم، نه برای کسی فیت باشم، نه برای کسی ورزش کنم، نه برای کسی غذامو درست کنم. فقط گفتم برای خودم، برای دل خودم، برای تصمیمی که گرفتم و به خودم ثابت کنم که میتونم آدم باشم که پای تصمیمام و هدفام وایسم. یه شروعی بود برای من برای این مسئله. خلاصه خیلی برای این قضیه من رفتم تحقیق کردم، خیلی مطالعه کردم، ساعت‌ها، روزها، تمام وقت‌های آزادمو تخصیص می‌دادم به مطالعه راجع به ورزش، نمیدونم چربی سوزی، عضله سازی، فیت شدن بدن، چی بخوریم، چی نخوریم، چی کار بکنیم، چه ورزشی بکنیم. خیلی تحقیق کردم. حالا من چون انگلیسی من خوبه، خیلی مطالب انگلیسی خیلی میخوندم، یوتیوب خیلی میخوندم، یه سری سایت‌های مرجع هستن تو اونا خیلی مطالعه میکردم، خیلی وقت گذاشتم و همونا اصلا باعث شد که یه گنجینه خیلی خوب به دست بیارم و یه مطالب خیلی پربار و شگفت انگیزی برای خودم جمع کردم. واقعا مثل یه دفترچه راهنما خیلی خوب بود. خلاصه طبق اون دفترچه راهنمایی که بخوام درست کردم شروع کردم طبق اون رفتن جلو. دیگه از یه روز صبح که پا شدم شروع کردم به صحیح غذا خوردن، درست زندگی کردن، درست ورزش کردن. می‌دونید اینا خیلی مسائل مهمیه. فقط اینکه یه رژیم بگیریم ورزش کنیم مهم نیست، اینکه درست رژیم بگیریم و درست ورزش کنیم و درست زندگی کنیم. اینا خیلی مسائل مهمیه. خیلی اصلا رژیم میگیرن بعد 3 ماه 4 ماه خداحافظ. میرن باشگاه 2 ماه 3 ماه خداحافظ. واقعا اینا به خاطر روش اشتباهی که دارن میرن، راه و روش رژیم گرفتن و ورزش کردن اشتباه دارن میرن. رژیم‌های سنگین الکی میگیرن، به خودشون فشار بیشتر میارن. ورزش‌های سنگین میکنن، به خودشون بیشتر فشار میارن. یه کاری میکنن که از باشگاه زده بشن، از رژیم زده بشن، حوصله دیگه هیچ نشه باشن، اعصابشون خورد. میدونی اصلا باعث میشه که شما انگیزه و اون برنامه‌ای که داری اصلا فدا کنی. میگی آقا نخواستم به جهنم. الان خیلی از دور و بری هستن که مثلا میان باشگاه، مثلا 3 ماه داره میاد باشگاه. ببین 3 ماه مثلا میبینم آقا داره ددلیفت سنگین میزنه، نمیدونم میره زیر اسکوات میخواد خودشو بکشه. میگم بابا چرا اصلا این کار داری میکنی؟ گفت نه، اون آپتین گفته که اگر شما میخوای بدن در بیاد باید اسکوات و ددلیفت و بنچ پرس بزنی. میگم بابا جان من اون برای تو نیست، اون برای اون کسیه که میخواد بره مسابقه بده، دنبال اصلا هدف زندگیش چیز دیگه است. نه برای تو که دنبال اینه که از نمیدونم 130 کیلو بشی، 70 کیلو بشی، 80 کیلو، یه زندگی سالمی لایف استایل سالم باشه و یه بدن فیت و خوشگل داشته باشی. اون میخواد بره مسابقه بده، هورمونشو داره میزنه، تغذیه‌اشو داره میخوره، مکملاشو عجیب داره میخوره، نمیدونم زندگیشو گذاشته رو اون. نمیتونی خود با نمیدونم نکته ها و توصیه‌های اون بیای ورزش بکنی. تو باید طبق خودت، طبق روش خودت، طبق برنامه خودت عمل بکنی. طبق استایلی که داری، طبق برنامه‌ای که می‌خوای برای آینده داشته باشی عمل بکنی. تو مثلا میگم یه آقا، یه کارمند هستی، یه بازاریابی، نمیدونم هر چی که هست شغلت هست، نگهبانی، صبح می‌خوای بری سر کار تا ساعت 4 5 بعد از ظهر، بعدش به خونه نمیدونم هزار تا کار داری، حالا یا متأهلی یا مجرد، یه سری مجرد هم باشی بازم فرق نمی‌کنه. هدفت شغل یه چیز دیگه است، آینده یه چیز دیگه است، کار دیگه می‌خوای بکنی، برنامه‌ریزی دیگه می‌خوای بکنی. تو باید طبق همین اهداف خودت بری جلو کار بکنی، نه طبق اون چیزی که اون داره میگه. اون برای اون کسی داره میگه که میخواد مسابقه بده، میخواد بره مسابقه المپیک شرکت کنه، نمیدونم مسابقاتی که تو کشوری برگزار میشه. اگه خواست اونجا شرکت بکنی، اولا تازه باید بری همونم که میخوای انجام بدی، باید چند سال سابقه تمرین داشته باشی تا بخوای به اونجا برسی. با 6 ماه و 1 سال و 2 سال اتفاقی نمیفته که. تو فعلا فقط باید بری رو حرکات اصلاحات کار بکنی، روی نمیدونم صحیح زدن وزنه ها، روی درست تمرین کردن، روی اینا کار بکنی. بعدش بری روی سنگین زدن های بیش از حد و نمیدونم که اصلا من هیچ وقت خودم انقدر سنگین کار نکردم حقیقتا.
واقعا بگم یه بار این اشتباه کردم، افتادم توی همچین دامی. گفتم بزن منم برم رکورد اسکات بزنم، رکورد ددلیفت بزنم، برم نمیدونم بنچ پرس بزنم 110 کیلو، پرس سینه 110 کیلویی بزنم، 100 کیلویی بزنم. واقعا هیچی نداشت برام جز این که باعث شد چند ماه نتونم ورزش کنم. اون اسکات سنگین باعث شد کمرم درد گرفت، یعنی باعث شد فقط خدا رحم کرد که به دیسکومیس که آسیب نرسید. این عضلای پشت کمرم دچار کشیدگی شدید شد، باعث شد چند ماه نتونم برم باشگاه. بعد گفتم خدا اصلا چرا باید همچین کار رو کنم؟ چه دلیلی داره؟ چرا باید برم زیر اسکات سنگین بزنم؟ اصلا اسکات نمیزنم، اصلا ددلیفت نمیزنم، اصلا پرسینه هالتر نمیزنم. چرا باید نمیدونم چی میشه، چه اتفاقی میفته، نزنم چی میشه؟ واقعا هیچی هم نشد. اسکات مثلا نمیزنم، ددلیفت نمیزنم، پرسینه هالتر نمیزنم. اینا حرکاتی که ممکنه خطرش، آسیبش، ریسکاتش باز بشه آقا شما رو از ورزش دور کنه. من که نمیخوام برم مسابقه بدم، که من میخوام یه بدن ساحلی خوش‌هیکل و فیت جذاب داشته باشم که وقتی لباسمو در میارم خودم از بدنم لذت ببرم، یا حتی از لباس تنم قشنگ وایسه. این که بخوام اون موربی‌ها نشون داده بشه و نمیدونم اون فیبرای سینه از اینجا بزنه بیرون و فیبر بالا سینه داشته باشه، نمیخوام. که اگه میخوام مسابقه بدم، اگه میخوام برم مثل المپیا شرکت بکنم، نمیخوام مثلا همچین هدفی ندارم، همچین برنامه ندارم. اومدم از درست شروع کردم، درست تمرین کردن، درست ورزش کردن، حرکاتی انتخاب کردم که ریسک آسیب کمتری داشته باشه. یه سری حرکات به جای که الکی سنگین بزنم تعدادش رو بردم بالا. چون یه سری حرکات هست تو بدنسازی نیاز نیست حتما سنگین بزنی، فقط کافیه تعدادش رو ببری بالا. اون که یه خورده خطرناکه، یه خورده حس می‌کنی ممکنه باعث آسیبت بشه، سنگین نزن. اصلا این سری رو نزن. من خیلی حرکات اصلا نمیزنم. حالا یه سری از اساتید میگن نه این خیلی حرکت خوبیه، این فلانه، باش چه اتفاقی برام میخواد رقم بزنه. نمیدونم من مثلا به هیچ عنوان زیر بغل هالتر دست برعکس یا دست جمع به صورت آزاد نمیزنم با هالتر. اگر بخوام بزنم چست ساپورت میزنم، از اونه که به دستگاه تکیه میدی و میکشی بالا میزنم. آقا اون که شما میزنی فشار به صورت زیادی رو کمرت وارد میکنه، رو فیلت، رو کمرت، رو عضلای کمرت وارد میکنه. مثلا چه نیازی اونو اونجوری بزنی؟ شما میخوای بکتو قوی کنی، بعد تمام اون فشار میخوای بندازی رو کمرت، بعد سنگینم بزنی، اصلا میبینی داره اشتباه میزنی. اینا جزء خیلی لگای تخصصی و خیلی سنگینی هستن که میگن بدنسازم که نمونه که پرورش اندام کنن برای مقاطع حرفه‌ای کار میکنه. مثلا آقا شما با چست ساپورت بزن، با دستگاه ساپورت بزن، برو اچ بزن، فرقی نمیکنه. آره برای اونا که حرفه‌ای خیلی کار میکنن فرق میکنه، برای من تو فرقی نمیکنه. حالا وارد اینا میشیم. یه از مسئله خیلی مهمه غذا خوردن. خیلی باید غذا خوردن رو درست کنید. فکر درست غذا خوردن باشید. اولا اینکه از غذا خوردن نترسین. این خیلی مهمه. خیلی اصلا از غذا خوردن میترسن. نه صبحونه نخوریم، شام هم نخوریم، یه نهار بخوریم، نمیدونم میام بعدم یه دونه سیب بخوریم و اینا دیگه لاغر میشیم. اصلا این اتفاقا نمیفته. مطمئن باش عضله سوزی، نمیدونم ضعف بدن، ریزش مو، متابولیسمت به هم میریزه، تستوسترونت کم میشه، تمام هورمونای بدنت به هم میریزه. اصلا اتفاقی که میخوای نمیفته، همه چی برعکس پیش میره. شما باید درست غذا بخوری، باید غذا خوردن نترس. صبحت سر جاش بخوری، میان وقتتو بخوری، نهارتو بخوری، شامتو بخوری. اصلا اینجوری نیست که با نخوردم من نخورم. فقط باید به اندازه بخوری و درست بخوری و بدونی چی بخوری. این درصد داره، باید اون درصد خیلی رعایت بکنی. چند درصد کربوهیدرات، چند درصد چربی و چند درصد پروتئین باشه. شما وقتی وارد سیستم چربی سوزی و لاغری و عضله سازی میشی، اصلا اولی و مهمترین از قضیه اینه که شما باید برای چربی سوزی عضله سازی بکنی. یعنی اونقدری که وزن زدن توی چربی سوزی مهمه، هوازی مهم نیست. از نظر من. یعنی من حاضرم ماها عضله سازی بکنم، بدن سازی کار بکنم، ولی نرم همش از صبح داشتم هی تردمیل و دوندگی و تناب و فلان. به اندازش.
میانگین هفته 150 دقیقه کافیه. اینکه هر روز پاشی صبح 1.5 ساعت بری پیاده روی و بدو و فلان فلان، در هفته میانگین 150 دقیقه هوازی برای سلامت قلب و عروق. بقیه‌شو بزنیم برای کار روی عضله سازی. مطمئن باشین عضله سازی خیلی به شما توی لاغری کمک بیشتری میکنه تا اون هوازی. هوازی رو بذاریم برای عنوان هدفی برای سلامتی قلب و عروق، نه هدفی برای چربی سوزی. وقتی شما عضله سازی بکنین، بدن کالری بیشتری برای حفظ عضله ها میسوزونه و مجبور میشه از چربی بدن استفاده کنه و اون کالری پایه شما میره بالا. ببینیم این عضله ها رو با قولی که از دید به عنوان کوره در نظر بگیرین. هرچی این کوره بزرگتر باشه، اون متابولیسم میره پایه، با آتش بزرگتری درست میکنه و چربی بیشتری میسوزونیم. پس حتما اولویتتون توی عضله سازی باشه. از عضله سازی باعث میشه که چربی سوزی شما هم خیلی بیشتر بشه. برای غذا خوردن وعده پروتئینتون باید تامین بشه، کربوهیدرات باید تامین بشه، چربی هم باید تامین بشه. اینو دقت کنین، قطع کردن چربی 100% هورمون‌های بدنتون رو به هم میریزه. اصلا چربی عامل تعادل هورمون‌های بدنه. اگر چربی نباشه هورمون‌های بدن به هم میریزه، اصلا شما حال بدی پیدا میکنین. از نظر میل جنسی به هم میریزین، از نظر روح و روانی به هم میریزین، نمیدونم ریزش مو ممکنه بگیرین، ممکنه پوستتون آسیب ببینه. پس از هیچی نترسین، بگین نه چربی هیچی نمیخورم، که یا کربوهیدرات هیچی نخورم. اصلا سوخت پایه بدن کربوهیدراته. شما وقتی کربوهیدرات قطع کنی اصلا بدن وارد فاز قحطی میشه، میگه آقا این غذا نیست، هیچی نیست، میره وارد اون فازی که اصلا جلوگیری میکنه از چربی سوزی. متوجه هستین؟ همه‌شو باید به اندازش داشته باشین تو وعده غذاتون و به اندازه مصرف کنین. پروتئین، کربوهیدرات و چربی، سه تاش جزء ملزومات بدنه که نیاز به اندازه کافی هر کدوم رو داشته باشین. ولی باید در نظر داشته باشین که هر کدوم رو چه اندازه، چه مقدار و چه جوری مصرف کنین. من خیلی هم موافق تایم مصرف نیستم، نه الا برای شب نباید کربوهیدرات خورد، شب نمیدونم برنج نخوریم فلان نخوریم. من توی این مدل رژیم هر شب برنجمو میخورم، هیچ مشکلی نداشت. نهارم برنجم میخورم، شبم برنجم میخورم. صبحونم حتما جوپرک داشتم به عنوان مثلا بعد کربوهیدراتی و نمیدونم شیر و یا نون توست و اینا همیشه داشتم. میان بعدم که همیشه میوه بوده، بالاخره مغزیجات هم بوده، اصلا مشکلی تو این زمینا نداشتم. تخم مرغ هم با زردش معمولا روزی 2 تا 3 تا رو میخوردم، هیچ مشکلی نداشتم. سیب زمینی هم خوردم، واقعا اینا هیچ مشکلی نداره. راحت بدین غذاتون رو بخورین. از غذا خوردن نباید بترسین، این خیلی مهمه که از غذا خوردن نترسین. حتما به این مسئله دقت کنین. حالا من ان شاءالله میام تو جلسات بعدی اینا رو دونه دونه براتون تشریح میکنم که چه مقدار پروتئین بخوریم، چه مقدار کربوهیدرات بخوریم، چه مقدار چربی بخوریم، چه ورزش‌ها رو بیشتر بکنیم، کدوم‌ها رو کمتر بکنیم، نمیدونم خوابمون، بیداریمون، نمیدونم اینا مسائل خیلی مهمه که دونه دونه ان شاءالله بهتون کمک میکنم که اون هدفی که دارین راحت‌تر برسین. همه طبق تجربیات خودم و کلی مطالعه و بررسی و نمیدونم سرچ های فراوون، مطالعات فراوون، خیلی من وقت گذاشتم. 4 سال تقریبا من وقت گذاشتم به این مطالبی که الان میبینی رسیدم. واقعا 4 سال وقت گذاشتم. اینجوری نبوده که یه ماه 2 ماه بود اینستاگرام و سرچ و اینا که همه شدن استاد مثلا بخوای بریم. من که مثلا استاد نیستم، فقط به عنوان یه آدمی که تحقیق کرده و یه سری چیزا رو تجربه کرده، دوست دارم تجربه‌ام در اختیار بذارم. امیدوارم شما هم به کارتون بیاد و از این قضیه بتونید استفاده کنید. پس تا جلسه بعدی میبینمتون. مواظب خودتون باشید.